محمد آقا هر روز این موقع منتظر 2 تا از همکاراشه که با نیسان حدود ساعت 8 صبح کنار پارک نسترن به هم میرسن. قراره تا چند ساعت آینده همه زباله ها رو جمع کنن. جدول ها و جوی های کوچیک و بزرگ رو تمیز و نظیف کنن. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا حالا این وقت صبح این کار رو انجام میدن. خب جوابتون پیش منه. این کوچه ها، یا بهتره بگم این کوچه پس کوچه ها، مربوط به بافت قدیمی شهره که خیلی تنگ و باریکن. ماشینای بزرگ جمع آوری زباله از این کوچه ها رد نمیشه و محمد آقا و همکاراش مجبورن که به روش سنتی و با دست همه زباله ها رو از درب خونه ها جمع کنن. خونه به خونه، کوچه به کوچه، واقعاً که کار سختیه. خیلی از مردم این کوچه و محله آمار اومدن محمد آقا رو دارن، ولی مشکل و درد سر از جایی شروع میشه که بعضیا، نه همه ها، بعضیا از شب قبل زباله هاشون رو گذاشتن دم درب خونشون یا دم درب خونه همسایه ها یا سر یه کوچه یا زیر یه دیوار. بعضیا هم زباله هاشون رو مثل قاب عکس آویزون کردن رو در و دیوار و تیر چراغ برق. خلاصه تا خودتون نبینید باور نمی کنید. وقتی با محمد آقا به اتفاق از این کوچه ها می گذشتیم یاد قدیم افتادم. قدیم یه پاکبانی بود به نام حسن آقا. البته قدیم پاکبان نمی گفتن، به اسم صدا می کردن و یه آقا هم اولش می زاشتن. یادمه از سر کوچه وقتی می اومد صدای چرخ فرگونش قبل خودش می اومد. همه منتظرش بودن. حواسشون بود که حسن آقا کی میاد. از سلام و احوال پرسی و خدا قوت انگار که یکی از اقوام اومده. یکی چایی می آورد، یکی شربت می آورد. عیدا رو که دیگه نگم براتون. یه شور و شوقی بود تو کوچه که بیا و ببین. ننه جون من همیشه به آقا جونم سفارش میکرد که زباله ها رو پیش پای حسن آقا بذار دم در که گربه ها و جک و جونورا نرن سراغش و پخش و پلاش کنن. البته همچین زباله هم نبود. اون موقع که پلاستیک و شیش و اینجور چیزا انقدر نبود. ننه جون ما با زنبیل خرید میکرد و با پاکت کاغذی. تازه پاکت ها رو هم جمع میکرد تا میزد میذاش زیر فرش و هر وقت لازم داشت دوباره ازشون استفاده میکرد. بگذاریم بنده خدا محمد آقا و همکاراش از در و دیوار و جدول و آسمون و زمین باید زباله و پلاستیک و لجن جمع کنن. انقدر زباله زیاده که هنوز به نیمه راه نرسیده نیسان پر میشه و مجبورن که برن زباله ها رو توی جای مخصوص تخلیه زباله خارج از شهر خالی کنن و برگردن. وقتی نیسان زباله ها رو تخلیه میکرد هر چیزی که فکرش رو بکنی توی این زباله ها میدیدی.